من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. ربط این سوره را ابتدا عرض می کنم که در سوره های گذشته تا سوره یوسف مسئله توحید با دلایل عقلی و نقلی مبرهن شد و ثابت شد به قدر برهان و ذکر شد که گفتیم دیگه الان مسئله توحید بدیهی شده، نظری نیست، نیاز به دلیل ندارد، روشن آشکار است. اما در سوره رعد یک سری تنبیهات، یک سری توضیحات بیشتری که به جای دلائل بودند بیان شدند تا هیچ خفایی نماند. الان در سوره ابراهیم می فرماید معاندین که هنوز تسلیم ندارند، هنوز قبول ندارند، برای اونها وقائع را بیان کنید، واقعات را. منظور از وقائع دنیوی و اخروی هست. بسیاری از وقایع هستند، واقعات هستند که شنیدن اونها انسان را به راه راست می آورند و انسان به راه راست قرار می گیرد. عرض کردم منظور از وقایع هم واقعات ایام الله هست، تخویفات دنیوی و اخروی هست، چه عذابی که در دنیا بوده، چه عذابهایی که در آخرت خواهد بود، و همچنین انعامات الهی چه در دنیا چه در آخرت هم جزء واقعات است. پس برای اونها از واقعات از ایام الله تعریف کنید، بگویید شاید این ایام الله مؤثر بشن، مفید بشن. همون طوری که موسی علیه السلام برای قومش از واقعات تعریف کرد. موسی هم از حوادث گذشته، از وقایعی که در گذشته بود برای هدایت قوم استنباط کرد، استدلال گرفت. اینجا در قرآن هست. خدا به موسی گفت ذکرهم به ایام الله، ای موسی به ایام الله یعنی به واقعات اینها را یادآوری کن، تذکر بده. بله، پس بیشتر در این سوره بیان واقعات هست. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب انزلنا، این کتابی هست که ما نازل کردیم. کتاب وقتی که در آغاز سوره می آید، منظور از کتاب دو چیز میتونه باشه، مفسرین هر دو را نوشتن. یکی یعنی قرآن، دومی که منظور از کتاب این سوره هست. منظور از قرآن کتاب چی هست؟ این سوره. اینجا تفسیر کشاف علامه زمخشری نوشته منظور از کتابون همین سوره هست. کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما نازل کردیم بسوی تو ای محمد، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. مقصد نزول تاکہ بیرون کنی مردم را، تمام مردم را، من الظلمات از تاریکی ها، بنسبت به بیان الوقائع، بیان کردن واقعات،
الى النور، بسوی نور، بسوی توحید و ایمان. باذن ربهم یعنی با توفیق رب، با توفیقات الله اونها را بیرون کنی. الى صراط العزیز الحمید. این تشریح نور است. اون نور که گفت الى النور چیه؟ یعنی به راه راست، اون راه ذاتی که عزیز هست و حمید است، غالب است، ستوده شده است، یعنی الله. الذی له، این دلیل توحیدش هست، صفت الله هم هست و دلیل توحید هست. الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، آن اللهی که برای اوست، یعنی در تصرف و در اختیار اوست. ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آن اختیاراتی که در آسمان است و در زمین است. و ویل للکافرین من عذاب شدید، این تخویف اخروی است. ویل و هلاکت، تباهی و نابودی برای کافران، برای منکران، کسانی که انکار میکنند. من عذاب شدید، من بیانیه هست، این بیان ویل است، یعنی عذاب شدید. و منظور از ویل که برای آنهاست یعنی عذاب شدید برای آنهاست. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، آنانی هستن کفار، صفت کفار، مقصد زندگیشون عیش هست، خوشگذرانی هست، آخرت را باور ندارند. کسانی که ترجیح میدهند، میپسندند زندگی دنیا را بر آخرت. و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، و باز می‌دارند از راه الله. یصدون را قبلا عرض کردم که هم به معنی لازم هم به معنی متعدی میتونه باشه. باز می آیند، باز می‌دارند، هر دو. اما چون که یستحبون الحیات الدنیا ضلال است و یصدون به معنی اضلال کنیم بهتره، باز می‌دارند. و یصدون عن سبیل الله، باز می‌دارند از راه الله. و یبغونها عوجا، و می‌طلبند در آن راه خدا کجی را. یبغونها عوجا، می‌طلبند در آن کجی. منظور از کجی بنویسی شبهات. ببین اگه یصدون به معنی لازم باشه، این یبغونها عوجا اضلال میشه. اگه یصدون به معنی اضلال باشد، باز داشتن، این و یبغونها عوجا تفسیرش است که در دین چیکار میکنند؟ شبهات میآورند تا که مردم به راه کج برند. انظور اینه که علماء سو و پیشوایان خرافاتی که موجب گمراهی مردم میشه و همچنین آیات الهی را به خاطر اغراض و هوای نفس توجیه و تعویل میکنند. اینها در این زمره داخلند، در این جماعت داخلند. خیلی از علماء سوی امروز هستند که آیت را توجیه میکنه، میخواد که شرکش را، بدعتش را رواج بده، لذا سمت سوی آیه را، جهت آیه را به جهت دیگه میبره، طوری وانمود میکنه که چی این آیه متوجه کار من نیست، عمل من نیست. به عنوان مثال بار بار عرض کردم که عبادت من دون الله را چکار میکنند؟ توجیه میکنند. منظور از من دون الله میگه بت هست، یعنی فقط بت را عبادت کردن شرک. دیگه هر چیز را عبادت کردی، انسان را، اولیاء را، قبور را، این شرک نیست، این احترام است. و این چی هست؟ در واقع انحراف. و یبغونها عوجا همین است. قرطبی گفته، حدیثی آورده، ان اخوف ما اخاف على امتی الائمه المضلین، بیشترین چیزی که من بر امتم میترسم پیشوایان گمراه هستند، همینا که یبغونها عوجا. در ادامه این را تفسیر کرده و یبغونها عوجا یعنی یطلبون لها زیغا و میلا، در راه خدا کجی و تمایل به سمت سوی دیگه می طلبند.
لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. یعنی طوری توجیه و تعویل می کنند که مسائل دینی موافق هوای نفس اونها باشه، مطابق نیازهای اونها باشه، مطابق اغراض اونها بشه، این گونه توجیه می کنند. پس اینها را الله تعالی می فرماید از راه خدا باز می دارند. اولئک فی ضلال بعید، نتیجه دنیوی این افراد، اینها را الله می فرماید در گمراهی بدون از حق، با فاصله از حق هستند. حال دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء اینجا بیان میشه. همه انبیاء آمدند و برای تبیین همین مسئله، برای توضیح این مسئله، وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما نفرستادیم هیچ رسولی را، هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش، لیبین لهم، تا که این مقصد بیسد، تا که بیان کند برای اونها مسئله را، مسئله توحید را. فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، الله گمراه می کند کسی را که بخواهد، هدایت می دهد کسی را که بخواهد، و هو العزیز الحکیم، او غالب است، کارهایش هم تمام حکمت دارد، او میداند چه چیزی مصلحت است، چه چیزی صلاح است. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، حال دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا موسی را هم ما فرستادیم با آیاتمان. آیات بنیست تکوینی و تشریعی، یعنی آیاتی که دال بر توحید خدا بودند، آیات تکوینی را هم به موسی نشان دادیم که به فرعونیان و به بنی اسرائیل برساند، و هم آیات تشریعی که تورات بود به اون عمل می کردند. مقصد بعثت چی بود؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ای موسی قومت را از تاریکی و ظلمات برهان، به سوی نور هدایت کن. و ذکرهم بایام الله، این همون چیزی که در ابتدای سوره عرض کردیم که در این سوره بیان وقایع هست. به موسی هم گفتیم ای موسی آنها را پند بده، اندرز بده به ایام الله، یعنی به واقعاتی از طرف الله آمدند که در اون وقایع هم وقایع نعمت است، هم وقایع نقمت است. وقتی که عذاب قومی باشد، در کنار عذاب قوم نجات قومی هم هست. ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور، همانا در ایام الله، فی ذلک این اشاره به ایام الله است. در واقعات گذشته دلائل و آیات و نشانی زیاد هست برای هر انسان صبار شکور، صبار در مصیبت، شکور در نعمت. هر انسانی که به وقت مصیبت صبر کند و هر انسانی که به وقت نعمت شکر و قدر کند. در واقعات گذشته برای کسانی که در مصائب صبر میکنند آیات است، برای کسانی که قدردان نعمت ها هستند برای اونها هم آیات است. خب الان موسی علیه السلام ذکر میکند برای قومش وقائع را. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، یکی از واقعات بر خود بنی اسرائیل بود. ای قوم یاد کنید نعمتهای خدا را که بر شما هستند. اذ انجاکم من آل فرعون، نعمت اول، زمانی که الله نجات داد شما را از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، می چشانیدن شما را عذاب بد. و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این تشریح سوء العذاب است، یعنی بچه های شما را ذبح می کردند، دخترک های شما را می گذاشتند. اینجا چند تا نقمت است.
نقمت اول یسومونکم، دوم یذبحون ابناءکم، سوم یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. در این بلایی بود. فی ذلکم، اشاره فی ذلکم به دو چیز میتواند باشد. بلاء را بر اساس همون ما تفسیر میکنیم، قبلا گفتیم خدمت شما. بلا یک معنیش هست امتحان، در صورتی به معنی امتحان باشد. فی ذالکم، در این عذاب فرعون امتحانی از جانب رب شماست. پس فی ذالکم برمیگرده به عذاب فرعون، به شکنجه دادن فرعون. یا اینکه بلاون به معنی عطا هست، عطایی از جانب الله. خب اون وقت فی ذالکم مرجع زمین مشار الیه فی ذالکم میشه انجا، در نجات دادن از شر این ظالم. بلاء من ربکم عظیم، یعنی عطای بزرگی و انعام بزرگی از جانب رب عظیمتان. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم، باز هم تبلیغ موسوی. یاد کنید ای بنی اسرائیل، زمانی که تأذن ربکم، رب شما به شما اعلام کرد به وسیله من موسی دیگه، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر انسانهای سپاسگزار و شکرگزاری شدید من حتما می افزایم در شما. این در دنیا و آخرت، در نعمتهای شما می افزایم. ولئن کفرتم، اگر شما کفران کردید، ناسپاسی کردید، ان عذابی لشدید، این نتیجه است. عذاب من سخت است، عذاب من شدید است. و باز موسی علیه السلام در تبلیغ خودش چی گفت؟ و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، ای قوم اگر شما و تمام اهل زمین کفر کنید، ناشکری کنید، فإن الله لغنی حمید، به خدا ضرری نمی رسانید. چرا؟ چون که الله بی نیاز است، ستوده شده است. این که ایمان می آورید، این که میگیم که به خدا رجوع کنید، این به نفع خودتون هست، و الا الله تعالی نیازی به شما ندارد. باز موسی علیه السلام وقائع را بیان می فرماید. ها این وقائع دنیوی هستند، در این سوره بیان میشه. این واقعه اول است، به صورت البته اجمال است. الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نیامد پیش شما خبر و نبأ کسانی که قبل از شما بودند، مثل قوم نوح، عاد، ثمود. این بازن ادامه تبلیغ موسی است. موسی علیه السلام به قوم میگه، ببین موسی با واقعات اونها را تذکر میده. والمقصود منه انه علیه السلام یذکرهم بامر القرون الماضیه والامم الخالیه. مقصود این آیه این است که موسی علیه السلام قوم را پند میده و تذکر میده به امر قرون گذشته و امم گذشته. باز هم مقصود اینه که عبرت بگیرند. والمقصود منه العبره به احوال من تقدم و هلاکهم، تفسیر خازن، که موسی میخواد که قوم عبرت بگیرد به احوال گذشته، از هلاکت اونها درس بگیرد. لذا موسی از گذشتگان برایشون تعریف میکند. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نیامد پیش شما اخبار کسانی که قبل از شما بودند، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، والذین من بعدهم، و اقوامی که بعد از اینها بودند، لا یعلمهم الا الله، نمیداند تفصیل آنها را بغیر از الله. جاءتهم رسلهم بالبینات،
رسولشان پیش آن امتها آن ملتها با دلائل آمد، با معجزات آمد، اما بجای ایمان بجای تسلیم شدن فردوا ایدیهم فی افواههم، دست را به دهان گرفتند. ببینید فردوا ایدیهم فی افواههم دو تفسیر دارد. بعضی میگن که منظور از دست ایدیهم هم به خود همون ملت برمیگرده کفار، فی افواههم و این ضمیر هم به کفار برمیگرده، یعنی این کفار دست خودشون را به دهان خودشون گرفتند. از بس که عصبانی بودن برای این تبلیغ، گاهی انسان عصبانی بشه دست را به دهن میگیره و انگشت را گاز میگیره. این کنایه از چی هست؟ کنایه از عصبانیت است. پس از بس که اینا عصبانی شدن دست به دهان گرفتند، همین اقوام، همین ملت ها. این تفسیر اول است. تفسیر دوم فردوا ایدیهم، ایدیهم دست ملت ها، دست همین اقوام سرکشان. فی افواههم این ضمیر به انبیا برمیگرده، یعنی دست را به دهان انبیا گذاشتن، یعنی از اونها گفتن خواستن که شما صحبت نکنید، بیشتر ما را تبلیغ نکنید، یعنی دهان انبیا را بستند. این تفسیر دوم هست، قول دوم هست. چنانچه عن ابی الاحوص عن عبدالله فی قوله تعالی، عبدالله ابن مسعود گفته فردوا ایدیهم فی افواههم قال عضوا علیها غیظا، یعنی انگشت خودشون را از غیظ گاز گرفتند. قرطبی. پس دست خودش دهان خودش. این توجیه اول بود. توجیه دوم را روح المعانی نوشته انهم وضعوا ایدیهم علی افواه الرسل علیه السلام، دست را گذاشتن بر دهان رسول منعا لهم من الکلام، چون میخواستن رسول کلام نکنند. گفتم ما حوصله شنیدن حرفای شما نداریم. پس رد و ایدیهم افواههم به این معنی هست. و بعد از اینکه دست به دهان خودشون یا به دهان انبیا گرفتن چی گفتن؟ و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ما کفر کردیم به آن مطلبی که شما فرستادید، ما قبول نداریم. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، ما در شک هستیم از آنچه که ما را شما میخوانید. مریب یعنی شک سرگردانی. قالت رسولهم، جواب رسول، قالت رسولهم پیامبران گفتند افی الله شک فاطر السماوات والارض، ای مردم آیا درباره الله شک، فی الله یعنی فی توحید الله، آیا شما شک دارید درباره توحید خدا، آن خدایی که فاطر السماوات والارض، این هم صفت الله است هم دلیل است. آن اللهی که از اول آفریننده و خالق آسمان هاست و زمین، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، آن خدا شما را فرا میخواند، شما را دعوت میدهد تا که ببخشاید من ذنوبکم، بعضی از گناهان شما را، یا من اضافه هست. و یؤخرکم الی اجل مسمى، تا که شما را تأخیر بده تا مدت معینیش. خدا به این خاطر شما را میخواند، به این خاطر دعوت میده. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اعتراض دومشان این بود که شما بشری هستی مثل ما بشرید. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، شما میخواهید که ما را باز بدارید از عبادت آنانی که پدران ما عبادت میکردند، از آن خدایانی که کان یعبد آباؤنا، پدران ما عبادتشان میکردند. لذا وقتی که چنین ادعای دارید فأتونا بسلطان مبین، بیاورید برای ما دلیل روشن، دلیل و مدرک روشن، منظور معجزه‌ای که ما میخواهیم. قالت لهم رسلهم، جواب رسول خلاصه جواب اینه، رسول گفتند که معجزه به دست ما نیست، معجزه به دست الله است.
الله به کسی لطف کند از بندگان خودش بهش نبوت عطا می کند. این جواب رسول است. والمعنى ان الاتيان بالآیه التي قد اقترحوها، معنی این است که آوردن اون آیه ای که آنها می طلبیدند لیس الینا ولا فی استطاعتنا، این به ما بستگی نداره، در توان ما پیامبران هم نیست. و انما هو امر يتعلق بمشیت الله تعالی، تفسیر مدارک. معجزه آوردن کاری هست که به مشیت خدا بستگی دارد، هرچی خدا بخواد. لذا رسول گفتند ان نحن الا بشر مثلكم، ما نیستیم مگر بشر مثل شما هستیم، یعنی معجزات در اختیار ما نیست. ولكن الله، پس چه فرقی با ما دارید؟ فرق اینه که الله منت و لطف کرده بر ما. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اما الله منت می گذارد، الله احسان می کنه بنیسی با نبوت و رسالت. رسالت و نبوت میده، احسان می کند بر هر کسی که بخواد از بندگانش. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، پیامبران گفتند ای ملت، ای مردم، نیست برای ما، یعنی این اختیار مال ما نیست که ان نأتیکم بسلطان، این که معجزات را ما بیاوریم، الا باذن الله، مگر باذن الهی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان. این علاج توحید است و علاج خلاصه توحید است، علاج مخالفت است. شما که قبول نمی کنیم، ما بر خدا توکل می کنیم. و ما لنا الا نتوکل علی الله، چرا ما نباید توکل بکنیم بر خدا در حالی که وجود مقتضی هست، می طلبد، این اقتضاعات هست که ما باید توکل کنیم. وقد هدانا سبلنا، همانا الله راه ما را به ما نشان داده، ما را راهنمایی کرده. ولنصبرن على ما آذیتمونا، لذا حتما ما صبر میکنیم بر آنچه که شما ما را اذیت بکنید. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این بیان صبر است. صبر یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط توکل بر خدا. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند توکل کنندگان. خب این تبلیغ و استدلال پیامبران بود. وقتی که ملت ها اونها را گفتم معجزه بیارید، اونا گفتم معجزه در اختیار ما نیست، در اختیار رب هست، در اختیار الله است، این تبلیغ را کردند. اما گفتگوی دیگری آغاز میشه بین همین رسول و همین ملت گفتند که وقتی دیدن که رسول معجزه نمیاره و دلائل رسول را که شنیدن دلائل قانع کننده بود، اما ملت نخواست که قانع بشه، بنابراین پیامبران را تهدید کردند، تهدید به اخراج، تبعید، قتل. وقال الذين كفروا لرسلهم، الله می فرماید گفتن کسانی که کفر کردند، کفار گفتن لرسولهم، برای رسول خودشان، برای پیامبران خودشان، لنخرجنکم من ارضنا، ما حتما شما را بیرون میکنیم از سرزمین خودمان، او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه باید در دین ما، در ملت ما، به آیین ما برگردید. اما الله عزوجل پیامبران خودش را تسلی داد، این تسلی رب است. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، رب بسوی انبیاء وحی کرد که ای انبیاء نگران نباشید، حتما ما هلاک میکنیم، ما نابود میکنیم ظالمان را. این دفع مضرت است، یعنی دشمن شما را ما از بین میبریم. دوم جلب منفعت، ولنسکننکم الارض من بعدهم، ما حتما شما را
در زمین بعد از اونها چی میکنیم؟ سکونت میدیم، اسکان میدیم. البته این مژده، این خوشخبری و این فتح و موفقیت برای اون مؤمنانی هست که از من خدا میترسند. ذالک لمن خاف مقامی، برای اون انسان هایی هست که میترسند از مقام من. یعنی چی؟ یعنی از قیام امام من، قیام جلوی من، از ایستادن در فردای قیامت در محضر من. و خاف وعید، این برای آنانی هست که میترسن از وعیدی که انبیا آوردند. واستفتحوا و خاب كل جبار عنید. این واستفتحوا اناد قوم است. بعضی گفتند قوم طلب فیصله کرد. واستفتحوا بعضی ها فاعل و ضمیر را به طرف کی میبرند؟ قوم میبرند. یعنی قوم از خدا خواست که خدای زودتر فیصله کن. و بعضی معتقده که واستفتحوا فاعلش انبیا است. انبیا از خدا خواستن خدای الان که چنین است، خدا بعد از این که به اونها بشارت داد که دشمنان شما را من از بین میبرم، پس آنان چیکار کردن؟ واستفتحوا، طلب فتح کردن، یعنی طلب فیصله کردند. افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. بار الله فیصله کن، تو بهترین فیصله کنندگان هستی بین ما و بین قوم ما. پس واستفتحوا یعنی رسول. و خاب كل جبار عنید، خائب شد، ناکام شد، در خساره و در زیان واقع شد. کل جبار، هر ستمگر، هر زورگو، عنید، هر زورگوی معاند، ضدی. یعنی عذاب آمد، نابودش کرد. ولی تنها این عذاب نیست، پشت سر این عذاب عذاب دیگه هست. این عذاب عذاب دنیوی بود. و خاب كل جبار عنید. الله می فرماد من ورائه جهنم، ورای این عذاب، پشت سر این عذاب جهنم است. و یسقا من ماء صدید، آنها نوشانده می شوند از آب زرد، زرداب. صدید اون آبی هست که ولا نسبت به دلیل زخمها و اون چرکی به اصطلاح که از زخمهای مجرمین در جهنم میریزد و جمع می شود، اون آب زرد هست. یتجرعه، گاهی انسان یک دوایی را بخورد نتونه بخوره، خیلی تلخ باشد، جرعه جرعه میخورد. یعنی یک جرعه، هر کار میکنه نمیره اون طرف از گلو. الله میفرماید به همون حالت جرعه جرعه اونا چی میکنند؟ این ماء صدید را میخورند. ولا یکاد یسیغه، نزدیک نیست که او را فرو ببرد. یعنی هر کار میکنه از گلو پایین نمیره. ساغ فرو رفتن را میگند. و یأتیه الموت، چنان برای او سخت است که موت پیشش میاد. موت یعنی اسباب موت. چنان الله عذابش میده که با اون عذاب باید میمرد. و یأتیه الموت یعنی اسباب موت میاد من کل مکان، از هر طرف. یعنی از هر طرف سرش ضربه میخورد، بدنش ضربه میخورد، آتش فشار میارد، زبانه میکشد که با این عذابهای از هر طرف باید میمرد. اینا اسباب موتن. اما و ما هو بمیت، میت نیست، نمیمیرد. و من ورائه عذاب غلیظ، پشت سرش عذاب غلیظ است، عذاب سخت است. الان سوالی هست، سوال اینجاست که مگر اینهایی که به این گونه سخت عذاب میده، اینا در دنیا هیچ نیکی نکردند؟ چقدر نسبت به انسانها خوب بودند، مواسات، همدردی. الله میفرماید هر چی که نیکی کرده نیکیش برباده، این شرک کرده با خدا. مثل الذین کفروا بربهم،
اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. این مثالی هست بر بربادی اعمال صالحه مشرک که هر چی عمل بکنن مشرک تباه میشه، عملش از بین میره. مثل الذين كفروا بربهم، مثال آنانی که کفر کردن به ربشان یعنی به توحید ربشان، اعمالهم كرماد اشتدت، الله می فرماید اعمالشان مثل خاکستری هست که اشتدت به الریح، باد و طوفان او را برده، به سرعت برده، فی یوم عاصف، در روز طوفانی. عاصف باد شدید را میگن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از آنچه که کسب کردند یعنی از اعمالی که آنها انجام دادند، از نیکی هایی که انجام دادند نمی توانند هیچ چیزی را حاصل کنند. ذلك هو الضلال البعید، الله می فرماید این هست گمراهی بعید از حق، گمراهی که انسان را از حق فرسنگ ها دور می کند. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، این دلیل عقلی هست بر اثبات توحید. بعد از اینکه احوال آخرت مشرکان بیان شد، باز هم دلیل برای اینکه مشرکان به سوی ایمان بیاورند. آیا نمی بینی که همانا الله خلق کرده، آفریده آسمان ها و زمین را بالحق، یعنی لإظهار الحق، برای اظهار حق. این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، الله اگر بخواد شما را میبرد و خلق جدیدی میآورد، ملت جدیدی میآورد. و ما ذلك علی الله بعزیز، این کار بر الله مشکل نیست، بر الله آسان هست، همان گونه که قرون گذشته را برده و دیگران را آورده. و برزوا لله جمیعا، این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید از وقائع دنیوی هست، و برزوا لله جمیعا از وقائع اخروی هست. در دنیا میبینیم، با چشم میبینیم الله یک قومی را میبره، قومی دیگه میاره. آدمای قرن گذشته امروز نیستند، یک قرن بعد ما هم نیستیم. اما در آخرت واقعات اونجا الله می فرماید و برزوا لله جمیعا، همه ظاهر می شوند در میدان محشر، در محضر الله همه ظاهر می شوند، همه به یک میدان قرار می گیرند. جمیعا یعنی عابدان و معبودان، بحث شرک است، مشرکان است. فقال الضعفاء للذین استكبروا، ضعفا میگن اونایی که ضعیف بودن. در چه ضعیف بودن؟ در رأی، در عقل، در خرد. اونایی که فی الرأی تفسیر جمل گفته، اونایی که ضعیف بودن میگوین برای مستکبران، برای مشرکان، برای مرشدهای شرک، برای شیوخ شرک خودشون میگویند انا كنا لكم تبعا، ما در دنیا تابع شما بودیم، تبعا فی الدین. الان امروز شما چی کاری میتونید برای ما بکنید؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، آیا میتونید دفع کنید از ما، از عذاب خدا چیزی؟ میتوانید امروز برای ما نجاتی فراهم بیاورید؟ اون مستکبران، شیوخ یا سرداران شرک و رؤسای کفر چه جوابی میدن؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگر ما را خدا راهنمایی میکرد ما بر هدایت بودیم، ما هم شما را هدایت میکردیم، ما هم شما را راهنمایی میکردیم، اما ما هم مثل شما امروز در عذاب افتادیم. سواء علینا، بر ما برابر است، اجزعنا، داد و فریاد کنیم، ام صبرنا، یا صبر کنیم، هر کاری بکنیم، داد و فریاد کنیم یا صبر و تحمل کنیم. ما لنا من محیص، نیست برای ما خلاصی، رهایی. دیگه از این عذاب خدا ما رها نمیشیم، چرا دیگه سر و صدا داری شما؟ صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا
واليقين أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل